اول متن شروع کنیم، تیکه تیکه بریم جلو، تیکه تیکش کنیم. یه جمله میگم راجع به کار قبلی یه جمله و بعد تو کار بعدی هم به دردمون میخوره. دوستان تفاوت تقلید و بازتولید رو با هم روشن کنید. تقلید نتیجهش میشه ویدیوهای اینستاگرامی که میبینید، بازتولید نتیجهش میشه اون چیزی که ما به عنوان تئاتر یا بازیگری یا هر چیز دیگه ازش یاد میکنیم و اینکه عده‌ای روانشون قلقلک بشه به واسطه دیدن یک تقلید حمله بر تأثیر نشه. و اما تئاتر او خودش خانه بود که تئاتر خطرناکیه. میگم چه یه مقدمه باید برای نقد تئاتر او خودش خانه بود داشته باشیم روی مفهوم ایدئولوژی. برای همین اول ایدئولوژی رو یه تعریف مشترک داشته باشیم ارائه میدم. اگر ما ایدئولوژی رو یک سیستم تولید معانی و ارزش‌ها در یک زیست گروهی متصور بشیم، در یک زیست اجتماعی متصور بشیم که سلطه ازش حمایت میکنه، در واقع ترکیب گفتمان هست و قدرت یا هژمونی. یک اثر هنری در هر رسانه‌ای به گاه اینکه در خدمت یک ایدئولوژی به خصوص در بیاد، به جای اینکه در خدمت بازنمایی وضعیت متناسب با یک جهانبینی فردی باشه، زاویه دیدش محدود میشه به اون ایدئولوژی که توسطش داره اثرش رو تولید میکنه. ایدئولوژی ذاتاً دست به تفسیر وقایع جهان در راستای هدفش و متناسب با هدفش میزنه که خواه ناخواه منتج میشه به این که در معنا خلط به وجود بیاره، معنا رو تحریف میکنه. اینکه یه مرد همسرش رو ول بکنه، همسر و فرزندش، همسر حامله و فرزندش رو رها بکنه، یک کنش منفی. اما موقعی که این کنش در یک موقعیت ایدئولوژ رخ بده، یعنی که اون مردی هم که این کار انجام میده معتقده که ایدئولوژی حتی اگر اون نباشد خانواده‌اش رو نجات میده، کنشش کنش قدسی میشه. یعنی هم زنش رو، فرزندش رو رها میکنه، با اینکه این کنش منفیه برای خودش و حتی برای همسرش کنش مقدسی میشه. چرا؟ چون در خدمت ایدئولوژیه. این قضیه توی زیست انسان‌هایی که دارن توی روابط ایدئولوژی زندگی میکنن هم حاکمه. یعنی روابطشون رو ایدئولوژی که حاکمه برشون میسازه. به خاطر همین شناخت عریانی نسبت به احساسشون و روابطشون نسبت به هم ندارن. حالا این رو من دریچه‌ای میکنم که باهاش بتونم وارد متن بشم. متن ایدئولوژی. پس به طبع سیر علی معلولی نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون که سیر علی معلولی برخلاف ایدئولوژیه. ایدئولوژی معنا رو خلط میکنه، ولی سیر علی معلولی معنا رو میخواد بازنمایی بکنه، میخواد بازتولید بکنه. پس ما احساسات واقعی انسان‌ها نسبت به هم رو نمیبینیم. اینکه مردی همسرش رو رها بکنه، ما اندوه اون همسر رو نخواهیم داشت، چون ایدئولوژی اجازه نمیده. اون لحظه‌ای که مردی به خاطر ایدئولوژی میخواد خانواده‌اش رو رها بکنه، یه لحظه شک داره، یه شک بزرگ که فرزندم، همسرم. ما اون لحظه رو نمیبینیم. اتفاقا اون لحظه جوری برای ما تولید میشه که در خدمت ایدئولوژی باشه. تو میخوای بری، چه کار قدسی انجام میدی که میخوای بری؟ تو میپذیری که من برم، تو هم چه کار قدسی انجام میدی که میپذیری من برم برای ایدئولوژی؟ این به هر اثر هنری در هر رسانه‌ای آسیب میزنه. و حتی اگر در واقع هنرمند قوی باشه، احمد محمود باشه، میشه همسایه ها که پاره های بی‌نظیری داره از نظر ادبی، اما چون در خدمت ایدئولوژی چپه شکست میخوره. حالا از اینجا وارد متن میشم. متن به هیچ وجه در واقع دراماتیک نیست. اصلا تکلیفش هم به خودش روشنه، نمیخواد دراماتیک باشه و روایت میکنه. یک سری شخصیت میان دست به روایت آنچه رخ داده میزنن. وقتی واقعه ساخته نشه و از طریق روایت به ما منتقل بشه، ما با اون چه رخ داده مواجه نمیشیم.
پس به طب تأثیری که واقعه باید بر ما بذاره و در ما ایجاد بکنه هم ایجاد نمیشه. صرفا یک تفسیری به ما ارائه میشه که معلوم نیست اون تفسیر درسته یا نیست، با جهتگیریه یا بدون جهتگیری. این تفسیر از طریق روایت آنچه رخ داده به ما منتقل میشه. حالا این گونه ادبی نه نمایشی، این گونه ادبی رو ما تو حکایت داریم که در خدمت ایدئولوژی اخلاقیشه، در قصه داریم که در خدمت امر فرهنگیه. ما تو نمایش نمیتونیم از این ابزار استفاده کنیم. چرا؟ چون سیر علی معلولی ما بین واژگانه، نه ما بین کنش‌ها و دیالوگ‌ها. مخاطب آمده رخداد ببینه، واقعه ببینه، نمیتونه مثلا 60 صفحه متن رو سیر علی معلولیش رو با حضور ذهن تو 1 ساعت حفظ بکنه. پس به طبع از شدت تأثیر اثر کم میکنه. این راجع به متن. چیزی تو حوزه متن دارید تو بخوای اضافه کنید؟ در حوزه متن یه چیز، من یه موردی رو بگم. اصولا هنوز من متوجه نیستم چرا همسایه ها رو باید شکست خورده بدونیم در ساختار ادبیات بعد از اینکه تا امروز ما داریم ازش حرف میزنیم، استناد میکنیم بهش. گیرم که بر اساس تفکرات چپیا بشه. خیلی از آثار ادبی ما ممکنه تو تفکرات مختلف باشه. تأثیر ادبیاتیش از لحاظ داستانی، شخصیت پردازی همچنان یکی از رمانایی که ما بهش استناد میکنیم، پس نمیتونیم عنوان شکست خورده بشه. در مورد مسئله ایدئولوژی، همه ما میدونیم که تو بحث ایدئولوژی ما یه سری مفاهیم داریم که توسط ایدئولوژی دستمالی شده. چون دستمالی شده باعث نمیشه ارزش اصلیش از دست بره. یعنی ما در مورد کلمه‌ای به اسم شهید، شهادت، ایثار، فداکاری، اما به عنوان کسی که جز خانواده شهدا هم مثلا یه دایی شهید دارم و میدونم دایی من چجوری رفته جبهه و شهید شده، معتقدم که اون شهید بودنه رو میشه از اون خط ایدئولوژی جدا. در مورد متن، واقعیتش اینه که این متن یه اقتباس از یه زندگی واقعی. یعنی این خانومی که شما در نمایش میبینین حتی شدت عملش در زندگی واقعی 10 برابر این چیزیه که ما در نمایش میبینیم. یعنی تو عروسی دخترش اجازه نداده دست و کل بزنن، گفته اینجا خونه شهید دست نزن. یعنی خودش به مراتب از ایدئولوژی و حاکمیتی هم یکی بالاتر بوده. یعنی اگر شما تو سریال ایران میبینید تو خونه شهید بالاخره یه 4 صلواتی میفرستن، یه 2 تا دستی میزنن، این همون اجازه رو تو خونه خودش نداد. افتخارش چیه؟ اصلا بحثم سر درست غلط بودنش نیست. بحثم سر اینه که در یک جامعه محدود روستایی مرد سالارانه یک زنی حضور داره که رسالت خودش رو در نمایش میبینیم یه جایی که مخالفت میکنه با رفتن شوهره، ولی وقتی شوهر دیگه رفته و از دستش داده، رسالت خودش و انگار هویت خودش رو در همین میبینه. یک زنه که پای زن و زندگی وایسه، غمها رو به جان بخره و جالبش اینه که کلکسیون بدبختی هم هست. یعنی در واقعیت هم اینه، کلکسیون بدبختیه. یه بابایی داره که دیوان است، یه مادر کتک خورده داره، باباه که هر روز داره اینا رو میگیره زیر مش لغت، شوهرش که در واقع تنها مفر زندگیشه اونجوری از دست میده، یه بچه‌ش رو سیاه سرفه میکشه، یه دخترش رو تو وقایع، حالا تو داستان اصلی هست اصلا اینکه چرا یه دختر 22 ساله در تهران تو دانشگاه سکته میکنه میمیره، که در قصه سکته است که در واقعیت معلوم نیست برای چی مرده یا تو چه اتفاقی مرده. سال 78 هم مرده که حالا تو قصه چیز شده. یعنی همه جور اتفاقی هم براش افتاده. حالا قصه ای که وجود داره اینه که در حوزه متن من در یه بخشش با آقای نصیری هم نظرم. متن اصلی تا متن اجرایی رو من متن نظرم. در متن اصلی واقعیتش اینه که نویسنده چون اقتباس رو به معنی همون بحثی که قبلش داشتیم که ما اقتباس رو نمیدونیم چیه، اومده کتاب اشک حوا رو گذاشته، پاره هایی از کتاب رو بس کرده و هم و چون نتونسته در واقع اون ماهیت رو براش ایجاد بکنه، آوردتش تو بستری از خیال و رویا. خیال و رویایی که واقعیته. یعنی ما با یک پیرزنی روبرو هستیم که در مثلا سن 70-80 سالگیش روزی که در واقع سرسال دخترشه مثلا یا سالگرد 10 سال فوت دخترشه، سر یه اتفاقی با باز کردن یه صندوق یا دیدن یه سری نشانه از گذشته هی میره خاطرات قبلش رو مرور میکنه.
از لحاظ شخصیتی این به نظر من یه چیزیه که عامل طبیعیه دیگه، برای خودمون هم پیش اومده. یه دفعه داشتیم کتابخونه‌مون مرتب می‌کردیم، یه یادداشتی از عکسی از تو کتاب افتاده، ما 1 ساعت نشستیم رفتیم تو خاطره و روزی که این کاره. من خودم بزرگترین مشکل این متن رو در این میدونم که نتونسته اون تعادلی رو که باید بین واقعیت و رویا رو ایجاد بکنه. یعنی بزرگترین معضلش رو این میدونم، اما معضلش رو در ایدئولوژی حاکمیتش نمیدونم. یعنی به نظرم میاد اتفاقا این کاره در جهت عکس و ایدئولوژی داره نشون میده. چرا؟ چون هم مخالفت زن رو به ما نشون میده، هم ویران شدن این زندگی رو به واسطه اتفاقی که در اینا یه زندگی خوب دارن دیگه، تو شهر شهرن عشاق اون شهرن دیگه، که حتی شهرن که بس بقیه‌شون یاد بگیرن. یعنی یه جورایی حتی شهر یه مقداری دیدش بازتر از مردم روستا. میگه آقا بس ببینن ما دستمو میگیریم، بس ببینن ما خوشحالیم، بس ببینن ما حالمون. پس در واقع اتفاقا شاید میشود این گونه نگاش کرد که اگر ما محوریت رو به جایی که رو مرده بذاریم رو خود زنه بذاریم، میتونیم متن اینجوری ببینیم که اتفاقا داره بازنمایی میکنه آنچه که ایدئولوژی بر سر بخشی از این مردم آورده، تا جایی که مسبب بدبختی رو یک امر قدسی بدونه. یعنی تا جایی که زنه افتخار کنه به که توی روستاها وقتی یکی میمیره میاد سراغ من که من برم دلداری شدم. میفهمم اون بخش منفی بودن قضیه رو ها، ولی دارم میگم اون تأثیره رو نادیده نگیریم که چگونه یک جهانی در یک گوشه از این مملکت خلق شده که هنوزم باهاش روبرو هستیم که آدم‌ها مسبب اتفاقات رو یه جورایی حتی در اوج قرار بدن. این بیشتر، ولی بازم معتقدم اقتباس اگه متن کتاب رمانه رو بخونیم و اقتباس از این نمایشنامه، کتابه قابلیت تبدیل شدن مثلا به یه سریال 30 قسمتی هم داره. یعنی واقعا داره. اون کتاب اشک حوا، چیزی که خانم بهرامی در واقع ازش اقتباس کرده پاره هایی از اتفاقه، به خاطر همین یه جایی اون اتصال ایجاد نشده. من خودم معتقدم. موافقم. نه دو تا چی میگم بعد دیگه بیرم بحث راجع به حرف شما. این که میگین، یعنی من اگه گفتم شکست خورده اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، ولی اون بخش هایی که در خدمت ایدئولوژی چپ در اثر خواه ناخواه هم ارزش ادبی خودش رو از دست میده، هم جهان بینی محدود میشه. یعنی اصلا قوتش روی بخش هایی که پرداخت ادبی صرفا، تمرکز روی بازنمایی. بعد یه چیزی گفتیم، من حالا میگم نمیدونم اختلاف نظر دیگه، ولی شما شهادت رو بدون ایدئولوژی نمیتونی شهادت ببینی. منظورم میدونی چیه؟ یعنی خواه ناخواه یک امر قدسی باعث شده که تو یک عزیزی رو که به خاطر یک دلیل مقدسی رفته مرده رو عزیزتر بدانی، بهش یک جایگاه به خصوص بدی. خواه ناخواه دلیل رو مقدس میدانی یا نمیدانی؟ یه چیزی باشه که این مقدس حالی مقدس نه. اینو با من سوال دارم میپرسم، نه به عنوان بس. من میگم آیا مسئله این اصلا کاری به ایدئولوژی نداشته باشه. فرض کنیم ما در این مملکت زندگی نمی‌کنیم، اگر به ما بگن یک آدمی به خاطر دفاع از مملکتش کشته شده، آیا این امر فارغ از اینکه اون حکومت چه حکومتی باشه یا چه جامعه‌ای باشه، این امر میتواند امر در واقع مقدسی باشد یا نه؟ بستگی به جهان بینی شما داره. اگر جهان بینی شما یک جهان بینی خود آدمه، میگم اگه جهان بینی شما یک جهان بینی مثلا ناسیونالیسمی باشه، یعنی متکی بر عشق به خاک و وطن باشه، بله کنش مثبت. اگر جهان بینید مثلا جهان بینی خانواده محور باشه، تو میگی نه این وای میساد تو خونه از فرزند و مثلا همسرش تو خونهش دفاع میکرد، حالا هر کی اومد. یعنی چیز ثابتی نیست، من ندارم نسبت بهش. ازشون اینی که نظام ارزشی و بر اساس جامعه میشه. اتفاقا من میگم فقط جامعه نیست، من میگم اینجا فردگرایی رو نباید فراموش کرد. ببینید در یک حوزه‌ای مثلا میگم من شخصا با تمام اختلاف نظرات که ممکنه در خیلی مسائل تئاتری مثلا با شما داشته باشم، فردا اگه آقای زیبایی نژاد بگه آقا 10 نفر بشیم بریم جلوی استانداری برای تئاتر مثلا تحسن کنیم، من میام. میدونی چرا؟ چون امریه که برام حیاتیه. حالا من میگم این اتفاقا میتونه یک عنصر فردی باشه. فرضاً میگم آقا دایی من، شما عکساشو تا قبل از انقلاب که نگاه کنی، یا آدمی معمولی مثل بقیه کنار دریا مثلا
با زیر پیرهنی عکس گرفته، یه جا مثلا ممکنه سیگار کشیده باشه، نمیدونم لیوانی تو دستش باشه. مهم اتفاقات رو ذهن یه آدم تاثیر میذاره اینا، ولی من میگم حضورش در جبهه جنگ به عنوان یک نیروی داوطلب تا مردنش، که حالا بگیم شهادت یا مردن فرقی نمیکنه، یک پروسه‌ای رو طی میکنه که ممکنه یه بخشش قابلیت کلی اجتماع و تبلیغاتی باشه، ولی یه بخشش خود او آدم است. او آدمه در یک لحظه‌ای به این نتیجه میرسه که من میتوانم اینجا بمانم، میتونم من برم اونجا وایسم، پس اونجا رو انتخاب میکنم. من میگم صرفاً ایراد من، یعنی اختلاف نظر من سر اینه که میگم یه سری از چیزها رو ایدئولوژی داره خراب میکنه، در صورتی که در مفهوم کلیش میتونه مفهوم ارزشمندی باشه. مثلا اگر شما مثلا یه نفر بیاد تو کوچه‌تون به پدرتون فحش بده، دیگه به این فکر نمی‌کنی که من زنگ بزنم پلیس، در خونه رو باز می‌کنی باهاش دست به یقه میشی. حتی اگه استاد دانشگاه باشی، حالا ممکنه فحشایی که میدی با فحشای کوچه بازاری فرق کنه. می‌دونید فردیت رو از دست ندید. من قصدم سر اینه بیشتر. من راجع به بازیگری صحبت میکنم. میشه در مورد طراحی صحنه صحبت؟ آره، راجع به صحنه هم بعد بازیگری صحبت میکنم و بعد از صحنه هم نور. اگر ما بازیگری رو یک گونه ارتباط با یک موجودیت عموماً انسانی که تولید شده توسط کلمات متصور بشیم، پس توی مسیر ارتباط با خودمون رو فاعل زیست اون زینده قرار بدیم و دست به آنالیز و کشف مجموعه رفتارهای موجودیت بزنیم. پس در نتیجه ببخشید یکم واضح‌تر بفهمید. بله. خیلی متوجه نشد. مثلا یک شخصیت داستانی، یک شخصیت نمایشی اول توسط چی ساخته شده؟ توسط کلمات ساخته شده، فراتر از اون کلمات نیست. پس در واقع اون بستری که ما میتونیم توش به جستجو بپردازیم، بستر اصلی بهتره بگم، متن و کلماتی هستند که اون شخصیت رو ساخته. ما متناسب با آنالیز متن و آنالیز عناصر متنی که اومده شخصیت رو ساخته، یک انسانی رو متصور میشیم، خودمون رو جای اون قرار میدیم. این که میگم فاعل زیستش قرار میدیم، منظورم اینه خودمون رو جای اون قرار میدیم، توی موقعیت او قرار میدیم و توی این سیستم دست به کشف مجموعه رفتارهاش و جهانبینیش به جهان میزنیم. پس هیچ کاری به تقلید نداریم. اما وقتی به جای این کار دست به تقلید یک سری مجموعه رفتار میزنیم، فاصله میگیریم از اون شخصیت. پس به طبع ممکنه کنش‌هایی اغراق شده انجام بدیم. پس به طبع لحن‌ها متکی میشه بر کلیشه‌هایی که تو ذهنمون ساخته شده. وقتی اسم غم میاد میگیم خب باید حتما چهره‌تو ببری داخل. وقتی اسم چه میدونم شادی میاد باید مثلا تا بناگوش نیشت رو باز کنی یا هر امر دیگه‌ای. پس لحنت هویت پیدا نمی‌کنه. وقتی این اتفاق بیفته در واقع شما دست به تقلید یک موجودیت زدی، نه زیستن درش. پس ارتباطت با ارتباطهای شخصیتی که داری بازی میکنی هم شکل نمیگیره. و یک بخشی از این قضیه رو من به خاطر متن میدونم، حالا بخش دیگهش از جای دیگه. یعنی شما حتی اگر تقلید خوبی هم انجام بدی در خدمت اثر نخواهد. این راجع بازیگری. صحنه پردازی برای من 2 تا بعد داره. یه بعد در واقع خدمتش به سیر علی معلولی و ساختن فضا و اتمسفر. یه بعدش بعد زیبایی شناسیه. به دلیل اینکه متن یک متن رواییه، خواه ناخواه صحنه خیلی نمیتونه تو سیر علی معلولی شرکت داشته باشه، نهایتاً یه انار یا مثلا اون دره که داره بافته شده ای هست با یه سیستمی که اصلا ربطی به سیر علی معلولی نداره، فقط تو ذهن کارگردانه، از این ور میره اون ور، از اون ور میاد این. به خاطر همین صحنه به زعم من صرفاً بعد زیبایی شناسی داره. یعنی از نظر زیبایی شناسی سر و شکل داره، رخ داره، هارمونی داره و از نظر بصری من رو مشغول میکنه، حوصله من سر نمیره. نور هم همینطوره، در خدمت کار هست، کارشو انجام میده، دقیق و هماهنگ شده، متناسب با کارگردانی در نظر گرفته شده، کار خودش انجام میده. اینو میگم دقیق چون مثلا ما تو کار جوکر نور و موسیقی
یه عدم هارمونی عجیب و غریبی داشت، حتی در حدی که زود می آمد دیر می رفت یا برعکس و این نظر من. متشکرم. خواهش می‌کنم. در حوزه بازی من با شما هم نظرم، یعنی معتقدم که اصلی ترین چیزی که بازیگر در اختیار داره، چون تجربه بازی داشتم متن، یعنی هر چقدر که بخوایم از خلاقیت و تجربه با اینا صحبت بکنیم اونا شاید 20% رو تشکیل بده. شما باید یک چیزی داشته باشی، مثل آشپزی میمونه، تا شما تا موقعی که چیزی در اختیار نباشه با بهترین قابلمه های مثلا ساخت آلمان هم آب فقط داشته باشی و روغن نمیتونی چیز خاصی درست. یه بخششو معتقدم، یه بخش دیگه‌ش هم معتقدم که شاید نگاه ما نسبت به مقوله بازیگری میتواند یه مقدار متفاوت باشه در بعضی از کارها. مثلا حالا کار جوکر من ندیدم، ولی رو عکسایی که دیدم مثلا میتونم حدس بزنم بازی‌ها به چه سمتی رفته بوده، مثلا بازی‌ها چه قول‌وایی داشته، چه اغراقی مثلا در بازی‌ها. تو صحبت آقای زیبایی نژاد هم قبول دارم. من میگم شما یه تئاتر رو باید جوری باشه که یه قابشو که می‌بینی بتونه یه مفهومی رو حتی در سکون، یعنی حتی اگه بازیگرت هیچ دیالوگی نداشته باشه، تو صحنه زیر نور فقط ایستاده باشم، تو عکس ما بتونیم یه مفهومی از همین ایستادنش بگیریم. حالا تو صحنه میتونه شما تو طول نمایش 30 تا قاب مختلف، 40 تا قاب مختلف داشته باشه. در مورد بازی من معتقدم میگم با حرف شما کاملا موافقم و یه بخشش هم میگم که تئاتر به خاطر که هنر زندگیه، یه مورد دیگه هم داره چون خودم تجربهش کردم، اینه که بالانس بازی در یه سری از شب‌ها ممکنه متفاوت بشه. یه امر طبیعی، توجیه نیست و هیچ تقصیر تماشاگر هم نیست. نمیتونیم به تماشاگر بدیم شب اول بیا، شب وسطی بیا، شب آخرم بیا خودت مقایسه کن. نه، اون یه شب شانسی میاد. ممکنه اون شب خیلی خوب ما باشه، ممکنه شب معمولی ما باشه، شب خوبی نباشه، هزار تا اتفاق در پروژکتور پوکیده باشه و هزار تا اتفاق دیگه افتاده. اما بازم میگم سر قضیه بازی نگاه خود متن چه چیزی به ما میدهد، بازیگر چه چیزی میتونه بهش اضافه بکنه و در نهایت ماجرا همون حرفی که راجع به صحنه زدیم من میگم در مورد بازی هم میشه زد. یه بعد بازی در واقع ارائه مفاهیم در اون متنیه در خدمت اثر و کارگر. یه بعد دیگهش ایجاد یک اتمسفری از حضور بازیگر، یعنی حضور صحنه‌ای داشته باشه. خیلی از بازیگرها تو صحنه حضور صحنه‌ای ندارن، ولی یه بازیگری هست مثلا دیالوگ هم نداره، یه دفعه مثلا وسطای کار میاد از این ور صحنه رد میشه، حضورش حس میشه توی صحنه. یه بخشش هم اینه، یه بخشش هم واقعا اینه که حالا منهای قضیه من چقدر تونسته از خلاقیت خودش، از فهمش نسبت به همون ماجرا، من میگم اصلا نواقص متن، خوبی و بدی متن رو بذاریم کنار، همون چیزی که متن به ما داده اصلا 20% داده، 30% داده. تکلیف من آیا در این مشخصه و در نهایت آیا تونستم در یک سیر تداوم حسی کامل، یعنی قطع نشه وسطش، در انتها مخاطب با من همراه شده یا نه. اگر شده پس موقع اوکیه، اگر نشده پس یک جایی یکی از این موارد نقص داره دیگه. چیزی هست؟ نه، این نکته حضور که گفتید نکته مهمی. واقعا حداقل بازیگر نقش اول این حضور رو داشت، فارغ از اون جاهایی که صداش رو تغییر میداد یا پیر و جوان میشد، ما حضور رو داشت. اما به گاه این که لحن می اومد و اغراق‌هایی که واقعا بیش از حد تقصیر متن یه حدود زیادیش، حضور مختل میشه. درست؟ نه هم من یه کوچولو بگم، از خودم به خودم اجازه میدم که نه خواهش می‌کنم چه بهتره. اصلا موضوع قرنه داره. توی متن که دوستان صحبت کرد تو حوزه اجرا، به نظر میاد از طراحی صحنه اگه بخوام من صحبت کنم، ما با یک سری گلوله‌های توپ‌هایی وجود داره که میاد روایت رو میبافه. فکر کنم طراح صحنه داره با ما علاوه بر بعد زیباشناسانه داره با ما حرف میزنه از این تاروکیدی که زندگی میتونه در هم دیگه بتنه و یک قالی بافته بشه از کلیت یک جهان. این مشخصه. توی حوزه طراحی صحنه در اومده کار، اما تو حوزه کارگردانی و بعد استفاده کارگردان از طراحی صحنه شکست خورده اصلا. صحبت که آقا میکنه من خیلی میپسندم، از این نظر که هیچ برنامه‌ای برای این دره ریخته نمیشه، در صورتی که میتونست توی جابجای این صحنه قرار بگیره و ما رو دوچار این بکنیم مثل اینکه ما داریم دور تا دور صحنه میچرخیم.
حداقلش. یا این دره چون در واقع به وجود نمی اومد، ما در اکسپر ذهن اون زن خیلی از داستان رو داشتیم میرفتیم جلو و به نظرم میرسه که تو حوزه طراحی نور ما دچار بحران اساسی هستیم و توی موسیقی هم دچار بحران اساسی هستیم، چون از مشخصهای اکسپر اصلا استفاده نمیکنه کارگردان و نمیدونم چرا. اگر که ما با این شکسته شروع شده بود، یعنی با یک صدای ما وارد این دنیای اثر شده بودیم و میرفتیم به سمت این که ما یک کارگردانی اکسپر ببینیم، خیلی موفقیت آمیز کار بود. یک جایی تلاقی بین کودکی شهرزاد، من شخصیت یادم نیست ببخشید میگم شهرزاد، کلثوم، کودکی کلثوم و حتی در آغوش رفتنش، این خیلی عالی بود. یکی از چیزهایی که کارگردان به اثر داره ضربه وارد میکنه و خیلی باید با تیزهوشی بیشتر نگاه کنه، شیمی بازی است. ما با یک بازیگر داریم و یک سری نابازیگر روی صحنه. ما شهرزاد اگه بگیریم سرشت بازیگر و حضور صحنه‌ای، ما با یک سری نابازیگر روبرو هستیم که هیچ شیمی خاصی با همدیگه ندارن و وقتی که تلاقی این دوتا شیمیه با همدیگه ورود پیدا میکنه، شهرزاد هم بد مینماید، در صورتی که اصلا شهرزاد بد نیست. و یک چیزی باید شهرزاد بدونه به عنوان یک بازیگر، چون بازیگره من ازش نقد میکنم، و شهرزاد تحت هیچ عنوان اجازه ندارد در مقابل هر نابازیگری روی صحنه بره، چرا که شمشیربازی شهرزاد، تو در مقابل یک کسی که شمشیربازی بلد نیست وقتی میره روی صحنه تیکه تیکت میکنه، چون دائما میزنه به بدن تو، در صورتی که قراره یک نمایش شکل بگیره. فضا سازی ها و اینقدر من فکر میکنم تو این کار شهرزاد اصلا خوب نبود، به لحاظ اینکه حداقل اینکه این چسبندگی شد تو تصویر، میتونست شهرزاد خودشو نجات بده از این چسبنده بودن و دائما داره میچسبه به عناصر دیگه، از اون چی بهش میگن این صندوقه بگیر تا دره تا آدم ها تا اون چیز، همه چیز تو رو اسیر خودش کرده بود. یعنی اونها باید بیان در خدمت بازیگر قرار بگیرن، ولی بازیگر در خدمت اونها بود برای معنا کردن اونها، در صورتی که اون صندوق معنای توه و قرار از دل تو بود، مثل اینه که از دل تو داره این بلند میشه، ولی ما این یکی بودن تو، پیوند نمادین بین یک بازیگر و یک عناصر اصلا شکل نگرفت. ما نمیدونیم، حتی در طراحی هم حتی من نمیدونم، من با یک از یک زاویه دیگه دارم نگاه میکنم، از یک زاویه دیگه، این تا اینجا اکسپر بود، حالا از یک زاویه نمادین اگه بخوام نگاه کنم به جریانه، من نمیدونم اگر پیوند نمادین اینها و رنگها رو درست گرفته باشیم، این صندوق به شدت سبز گلی که هیچ رنگی روش نخورده و حتی معرف این شخصیت، ما نمیتونیم دست پیدا کنیم که این عناصر نمادینی چه ارتباطی با همدیگه میتونن داشته باشن در ساختار، یا اینکه مثلا اون دره یا اون چیزی که روش می نشینن اگه بخوایم نمادین نگاه کنیم باید به اینا هم یک نمادی بدیم، در صورتی که به نظر میرسه که طراح دچار معضل بزرگی هست توی این. هیچ هارمونی خاصی بین اجزای صحنه و اون چمدونه وجود نداره، مثل اینکه به من گفته بودن این چمدونه بده به ما و قراره هیچ رنگی روش نیاد و همینجوری هم برگردونیم به حسابش بدیم، هیچ دخالتی وجود نداشت. به نظر من میرسه که با تمام این ضعف هایی که وجود داره، شهرزاد یک قد و قامت بسیار بزرگ، البته در مقابل نوازیگرایی که روی صحنه قصدن بالاتره، ولی این خوشایند من نیست. من میرم شهرزاد رو توی یک تورنمنت بازیگری ببینم، یعنی وقتی که اون در تقابل یک بازیگره و بدونیم بچه‌ها بازیگری به معنای کنش صحیح نیست، به معنای واکنش صحیح نشان دادن، حداقل نسبت به علم امروزی که ما از جهان بازیگری میدونیم، ما آمدیم واکنش مناسب شهرزاد ببینیم، در صورتی که هیچ کنش مناسبی روی صحنه وجود نداره. مگه میشه بگیم که شهرزاد موفق بوده؟ ما وقتی میتونیم بگیم شهرزاد بوداقی بازیگر خوبی است که یک کنش مناسبی توسط کارگردان یا توسط ارزم حضورتون خود اون بازیگر شکل بگیره و من بگم آره ریاکشن این الان در این لحظه بهترین ریاکشنه و کامل ترینه.
همه چیز منم موافق اینم، بیشتر لایه بیرونی درگیره، در صورتی که قرار هست لایه های درونی تو رو درگیر کنه شهرزاد. اگر لایه های درونی شهرزاد که اولین رکن لایه درونی تفکر صاحب مرده است روی صحنه درگیر بشه، به نظر من مابقی کنش به وجود. تو یک چیزی داری انرژیکال بسیار خوبی داری که چشم ما رو دنبال خودت میکشی، حتی وقتی که جمله نداری. من دوست دارم شهرزاد ببینم تا هر کسی که جمله روی صحنه داره. اما یک چیزی هست، قرار هست که تو در کنار دیگری به یک تکامل دست پیدا کنی و من هر لحظه یک تنوع ببینم. سوال من از شهرزاد به عنوان یک بازیگر اینه که روی این فکر کنه آیا تنوع لازم برای یک شخصیت رو تونست نشون بده؟ و اگه نه، عامل بیرونیش یک چیزه، وجود عدم یک بازیگر مناسب در مقابل شهرزاد. وقتی من میتونم که در تضاده که تو میتونی بازی خودتو نشون بده. یه بخشیش میتونیم بگیم ببخشید من حال نویسنده نیست، نمیشناسمشان، نمیدونم مثلا، ولی یه بخشیش ما میتونیم گردن متن بندازیم. واقعیت اینه که اگه ما در تقابل یک بازیگر 6 تن روبرو کرده بود، حداقل 80% از این متن بازنویسی میشد. یعنی بازیگر مؤلف هست. بپذیریم در جهان امروز بازیگر کامل کننده یا حتی کارگردانیه، میتواند حرکات خودش رو طراحی کند اگه قائل به این نوع بازیگر باشیم، یعنی بازیگر امروز جهان. ولی واقعیت یک چیزیه، شهرزاد دچار چه اتفاقی میشه؟ میاد پترات نویسنده رو که پتراتی نیست که کمکی کنه، میتونم به جرئت بگم بیش از 85% این جمله اگه حذف میشد زیباتر بود، اصلا حذف شده زیباتر، حتی از این هم حذف شدتر بود. من 4 تا تصویر بهتر مجبور بود کارگردان بگندیشه و اکت هایی رو نشونه من بده که من لذت ببرم. نمایش زمانی به نظر من با من ارتباط برقرار میکنه که هیچ کس حرف نمیزنه، در صورت باز در سکوت ها. میدونی اون درسته. نوع نگاه تو رو تربیت، وقتی که تو جمله داری دیگه میخوای چی کار بکنی. من وقتی میگم که شهرزاد بگوید که من خیلی ناراحتم، خب ما اومدیم روی صحنه نشون بدیم یک بخشی. حالا امیدوارم که بعد دوست هنرمندم آقای امام مقدم این رو ببینه، مربوط به کار ایشون است، فرصت نشد در دیالوگ قرار بگیریم، ولی سوال اینه، ایشون میگه که این شخصیت اوله تاثیر من میگم اینو ندیدم. من می‌خواستم همینو بهش بگم. ما ندیدیم. اینو باید تو کار ما می‌دیدیم. فقط یه جا گفت. اشاره می‌کنه خود بازیگر. نه میگه من موادم حالا میزنم اینا، ولی خب موقعی که از خواب بیدار، موقعی که تمام میشه نمایش بعد از 1000 بار که تمام نمیشه، دراز کشیده رو چمن و میان میزنه اوه پشو. دقیقاً. یعنی منم باید ببینیم دیگه. خواب نشگی یا خواب هوشیاری یا هر خوابی دیگه باشه باید تماشاگر ببینه. حالا داستان همینه. داستان اینه که قرار نیست که من در مورد اینا صحبت کنم. من قرار این را ببینم و یادمون باشه ما آمدیم تئاتر را ببینیم. وقتی که متن ما هیچ چیزی نداره چی رو میخوایم ببینیم؟ میدونی؟ میفهمم کار سفارشیه، دمتون گرم که پول سدید، اینم میفهمم. بگید آقا ما اومدیم نگاه کن، اگر بدنتون که خب خیلی شانس آوردیم و دمتون گرم. حداقل میگم آقا یه گروه 200 میلیون گرفته، 250 میلیون گرفته یا هر چیزی گرفته، دمش هم گرم. ولی اگه نگرفته باشید خیلی فوله. یعنی اگر که واقعا هدف اول تهیه کننده اینه، مثلا من این برام جوکر رو گفتم دمت گرم، تو یه تهیه کننده هستی، پولت استدی حداقل یه ماه ارتزاق تو در آوردی، دمتون گرم. اگر پولتون رو خوب دادن کار سفارشی بکنید، اصلا مهم نیست چیه. این نظر شخصیه. قرار ما قبل گشنگی موسیقی کنیم بعد بریم یه تئاتر درست کنیم. اما اگر دنبال تئاتری هستین که از رزومه هنریتون دفاع کنه، به نظرم یکم دچار مشکل در زمینه بازیگر. اما در حوزه کارگردانی به شدت ما با یک کارگردان مستعد روبرو هستیم، کسی که میتواند در آینده برای ما تولیدات خوبی رو رقم بزنه. وقتی که این متن آشغال رو میاد یک باز تولیدی میکنه، من هرچی خودم همیشه اینجوری میشینم میگم که خب زیبا جان تو این متن رو دارن دستت، چیکار میتونی بکنی توش؟ چیکار میتونی توش بکنی؟ و وقتی من هرچی فکر میکنم از این آشغال هیچی نمیتونستم در بیارم، دو دستم هم میگیرم بالا. همینقدر که کارگردان تونسته 4 تا تصویر، حالا یه بخشش هم
طراحی صحیح اعتماد کردید دادید بالاخره نتیجهش هم گرفتی، یا مثلا میاد اینها اتفاقای خوبی است برای یک آدم کارگردان اولی قابل ستایشه. همینطور که کار کامکار حالا بعد صحبت میکنیم به نظر من کار خیلی قابل ستایشه، چون اگر به عنوان یک کارگردان کار اولی بخوایم نگاش کنیم. اما وقتی که ما میشینیم کارگردانی رو میبینیم که عموما تجربه بازیگریش وزنه بیشتری است نسبت به کارگردانی، من انتظار دیدن بازیگری دارم. وقتی که تو یدک میکشی که مدرس این رشته هستی دیگه واویلا، یعنی من میایم که بازیگری رو ببینم. وقتی که آقای امام مقدم میگه من مدرس بازیگری هم میام بازیگری ببینم، نمیام حتی کارگردانی ببینم. که در تئاتر اگر تو بازیگر موفقی داشته باشی کارگردان خوبی هم هستی، قطعا کارگردان خوبی هستی، ولی این اتفاق شکل نمیگیره. مهر جان خوبه برای استارت، خیلی قابل دفاع است این کار برای رزومه اول، ولی یک چیزی هست، متن 85% ضعفای کارگردانی ما رو میپوشه. واقعا میپوشونه. یک قصه خوب میتونه اصلا یک ناکارگردانی مثل من رو تجلی بده. یکی از بخش‌های این که حالا اسم نمیبریم، دوستیم که الان تهران سالیانسا رفته، دوست مشترک من و ایشونه، نمایشنامه‌های خوبی داره که میگیمش کارگردان، در صورت که مبانی کارگردانی هم نمیدونه. اما تماشاگر میپسندش. نه اینجا بین‌المللیه. نمیدونم چجور بهت بگم. با مبانی تئاتر ما مشکل داریم ما تو کارگردانی، ولی داستان قشنگ میگه، قصه تو رو میبره. از آقای زیبایی تو بحث تو کلامتون من همچنان معتقد به اینم که چه در سینما و چه در تئاتر و چه در ادبیات یک داستان خوب هیچ وقت شکست نمیخوره. دقیقاً درست. نگاه یعنی حتی شما میگم دیوید لین میگه هر فیلم بدی 5 دقیقه خوبه داره، من میگم واقعا وقتی شما قصه خوبی باشه خود به خود با بدترین با هندیکم بسازش والا میگیره. به خدا تماشا پروژه جادوگر اصلا با بله موبایل بگیر میگیره. یه فیلمی ما داریم پروژه جادوگر بله، فکر کنم با هزینه مثلا $20,000 ساخته شده. قصه 5 تا دانشجو با یه هندیکم میرن توی جنگل خونه جادوگر بله رو پیدا کنن، تو طول فیلم اینا گم میشن. همچنان ترسناکترین فیلم تاریخ سینماست و معمایی ترین فیلمی که شما میتونید ببینید. این همه فیلم ترسناک ساخته شده. قصهش به خدا ما وقتی باگ ها رو متوجه میشیم، حتی در حوزه فیلم بله باگ ها رو وقتی متوجه میشیم که قصه ما رو نگیره دقیقاً وقتی میگیره که داریم نگاه وقتی میگیره داریم میریم چرا دیگه داره ما رو میبره. مخصوصا تماشاگر ایرانی به شدت قصه دوسته، تماشاگر شرقی، و ما به این مهم اصلا توجه نمیکنیم. من یه نکته رو بگم در شما دو تا نکته بعدم ایشون یه نکته بگید بعدم خداحافظی کنیم. بعدی هم بخوایم بگیم منصوری خب در تمام این سالا علاوه بر بازی مثلا تو خیلی از کارهای من لطف کرده، حالا به عنوان مشاور رو تشویقش کردم چون زن عباسه ترسیدم از مامان پویا ننه پویا. نه یه بخشش واقعا خب تو حوزه مشاور کارگردان و دستیار کارگردان من باهاش کار کردم، چه تو پرده پروانه، چه تو کار یخی، چه تو بازیگردانی. بچه‌ها واقعا دیدم شاهد کارش بودم، حالا بس رفاقت و همکاری و اینا رو میذارم کنار. واقعیتش اینه که سر قضیه متن داشت یه سری متن رو میخوند که یه پروژه‌ای رو برای کارگردانی شروع کنه که حالا میگم متن‌های مختلفی بود، ایرانی و خارجی، از متن‌های سعید بگیر تا متن‌های دیگه که تا پیشنهاد حوزه اومد واسه. در واقع اولام نمی‌خواست کار رو قبول کنه، ما همین حرف شما رو بزنیم. گفتیم آقا تو بیا. نگفتم به من گفتو نیومد. نه گفتم تو بیا 50 میلیون 50. نه گفتم واقعا بیا. تو آقا بعد از تو دو تا کارگردانی کودک داشتی تو کارنامه، تو کارگردانی بزرگسال اتفاقا بیا چالش تو بذار متنی که دوستش نداری، متنی که آقا بهت دادنش، آقا بیا این متن رو انجام بده. الان واقعا مواردی که شما گفتین آقای نصیری گفت من خیلی داشت نوشتم که بعد به خودش هم بدم. واقعیت اینه که همچنان معتقدم حوزه متن ما تو جشنواره فیلم فجرم تای همه نقدام میرسیم باز به فیلمنامه به والله همینه. یعنی حالا نکتهش همینه، شما میگی ما مردم داستان دوستی هستیم، قصه گویی پیشینه داره، ما از ما توقع بیشتری ولی ما تو همه چی بدتریم. یعنی یه سری باگا رو تو بعضی از فیلمنامه ها آدم میبینه باورش نمیشه، یعنی میگه خود کارگردان واقعا نفهمیده، اینو نفهمیده، خودش متوجه نشده این باگ حساب میشه تو کارش.
ولی به عنوان کسی که تولید کننده است، یعنی خودم کارگردانی کردم اینا، با هر فایده قبول دارم. ما چه کارگردان یک کاری باشیم، چه بازیگر کار باشیم، تاش حمال کاری. نه مدیر صحنه هم یه ارج و قربی داره تو دنیا. ما حمال کاری، یعنی حساب بکن پوستر خودت باید چک کنی، چه میدونم نور خودت بری بالا ببندی. البته این بچه‌ها به هیچ کس ربطی نداره. نه توجیه، واقعا نماینده تماشاگر هست و واقعا به ما هیچ ربطی نداره. هر کسی هر مشکلی داره مشکل خودش نکنه. نه واقعا میگم حرف شما درسته. من یه زمانی درسته من دارم دفاع میکنم از یه کار اولی که اما از نوید نمیپذیرم. بله از نوید نمیپذیرم. کسی که خودش منتقده بعد بیاد او آشغالو بده تولید کنه برای 200 میلیون نظام اعتبار کاش 200 تومن چه برای چند گفتن 600 تومن چند 600,000 تومن نه چون لو دادی نه من لو. حالا در کل آرزو ببین واقعیت اینه که جز فعالترین گروه ها هست پویا و داره حداقل فکر می‌کنم تو امسال کار 56 میتونه. الان کار عباس کار 6 ماشاءالله. پرتلاشه ولی یک چیزی هست بچه‌ها 200 گفتی چون نیم کردار نیست. سخت. منم که الان اینجا نشستم اگه بخوام همینا رو که میگیم انجام بدم واقعا کار سخته. میفهمم تولید در این زمان واقعا سخته، واقعا جان فرساست. همینقدر که دارین تلاشتون میکنید امیدواریم که کارهای بهتر، اون چیزایی که درد دل خودتون هست رو، آن چیزی که هست اینقدر ما از نظر مالی فربه بشیم که نیازی نباشه که بخوایم مثلا سفارش آقا نوید جعفری رو کار کنیم. بریم سفارش خودمون کار کنیم. بله واقعا.